عایشه میگوید من فقط به چشمهای پیغمبر نگاه داشتم که اشاره کرد تا که من جواب گویم. لیکن حبیب خدا میگوید هرچند که نگاه کردم به چشم از چیز اشاره نکرد، لیکن از چهره او فهمیدم که وای به من دلالت کرد که از خودت دفاع کن، دفاع کن از خودت. من میگوید با زینب مناقشه کردم، دو زن با یکدیگر روبرو شدن، جنجال کردیم، ولی بعد دو زنها سه زنها میگن بین ما جنگ است و دیگر از این کیسه ها برمیاد که در بین زنهای پیغمبر خدا هم رشک وجود داشت. میگوید مناقشه کردیم، لیکن میگوید در سخنرانی من زینب را شکست دادم. عایشه میگوید من شکستش دادم، میگوید دیگر مجال حرف زدن نیافت و از جاش خیز میگوید و رفت به جانب زنها گفت که رسول اکرم میگوید این دختر ابوبکر است. وقتی از جا زینب خیز میخواست که رود، گفت زینب گوید یک لحظه گفت این عایشه دختر ابوبکر صدیق است. زینب رفت و مردم رسانید. امام نووی میگوید برای چه پیغمبر خدا گفت که این دختر ابوبکر صدیق است؟ میگوید سبب و حکمتش در این است که یکمش عایشه را پدرش آدم بزرگ بود و محبوبترین مردها به سوی پیغمبر حضرت ابوبکر بود و دیگر اینکه یکی از زنهای دانا و زنهای خیلی زیبای پیغمبر حضرت عایشه بود. حتی رسول اکرم آنچنان غمخواری به عایشه میکرد که زیباییش خیلی زیاد که بود، مردهای دعاخوان دعوت میکرد که آمده عایشه را دعای چشم خوانند. بالای عایشه دعاخوانی ها میکردن که باید خدا از چشم حاسدان و از چشم چشمگران نجات دهد. از این قصه و حکمت برمیآید که چشم فقط به دعا آدم رفت میکند، به کار و به نعل و به موره چشمی و به اینا چشم دور نمیشود. به دعا خواندن چشم از بالا دور میشود.